میگم مسواکم یاد گرفت مال یه نفر باشه، ولی بعضیاتون هنوز نه. چی میخوای داشتی گلم از هلند تا راشن پرن این چیزه واسه. میگه اگه وجودشو داشت زنگ میزد، استوری نمیذاش. وجودشو داریم، باهات حال نمیکنیم که همکلام بشیم. از این به بعد هر استوری داستاندار دیدی به خودت بگیر. پلش. میدونین چرا آبربانک موقعی گرفتن پول اول کارتو میده بعد پولو؟ چون آدما موقعی که پولو میبینن همه چیزو فراموش میکنن. میگم عارفی، این که دیه هر نفر معادل با 100 شتره اصلا منصفانه نیست. واسه بعضیا 2 تا خرم زیاده. میگم این که دوست داشتم بحثو کش بدم به خاطر این بود که صدا تو دوست داشتم. دلبر میخوای باز بسوزم. میگم من از خیابونه یه طرفم رد شم چپ و راستم و میپام، چون هم از دوست خوردم هم دشمن. از لحاظ روحی دوست دارم برگردم به اون شب اولی که با ذوق داشتیم با هم دیگه چت میکردیم. اون قدر حال میداد. میگم این آفتابه منفعت طلب شده. این کارگره رو میسوزونه، پولداره رو برنز میکنه. از توی پلش دیگه انتظاری نمیشه داشت که. میگم شاید الان وقتشو نداشته باشم که کاراتو جبران کنم، ولی مطمئن باش تا دارم دنبال اینم که جبران کنم. خوبیاتو با خوبی، بدیاتم با بدی. خدا شاهده جبران میکنم. وای من عاشق پسرای هیجان انگیز و داستان دارم. تو رو نمیشه تو هبلی. به خودت نگیر. هبل. چی میخوای داشتی گلم از هلند تا راشن پرن این چیزه واسه. میگم فرنوشتان داری 10 تومن بریم فلافل بخوریم؟ والا من 2 تومن دارم. 2 تومن بیا ادامه بدیم. من بریم. سرناشته هوا سر چه صوتی